20 سال بعد از سن تو من شروع کردم. من از 18 سالگی شروع کردم. ما هم سن تو بودیم سر اون کتاب من اندازه سن بابای تو هم. چند سالته؟ دمت گرم. من 1 سال بعد از تو شروع کردم. بچه لازم دارم. چرا آجی؟ نه چرا؟ واسه چیه؟ واسه خودم. چرا؟ بله. واسه شما؟ بله. خودت میکشی؟ بله. واسه خودت؟ بله. آقا بخش این سیگار رو اسمم روشن میکنی؟ نه چرا؟ بابا این سنت واسه چی سیگار میکشی؟ 12 سالگی سیگار میکشی؟ و شما چرا میکشی؟ من 37 سالمه پسر جان. من روشن میکنی؟ نه خیر چرا؟ به هیچ وجه. آقا بخش این سیگار رو اسمم روشن میکنی؟ تو سیگار میکشی میگی؟ آره خیلی وقته. خوبی نمیکنی سیگار؟ چرا؟ چرا؟ آقا بخش این سیگار رو اسمم روشن کنی؟ چند سالت سیگار میکشی؟ 12 سالمه. دمت گرم. من 1 سال بعد از تو شروع کردم. اینطوری نیست. اصلا بلدی؟ بذار گوشه لبت. بذار رو لبت. حالا بکش تو. بکش تو. اینطوری روشن شد. آقا بخش این سیگار رو اسمم روشن میکنی؟ برای خودت میخواد؟ بله. برای خودت بله. دست شما. آقا بخش این رو روشن میکنی واسه من؟ سیگار میکشی تو؟ بله. چرا سیگار میکشی؟ چند سالته؟ 12. 12 سالته برو عمو زشته. سیگار نکش بده. چرا؟ 12 سالته سیگار میکشی؟ خیلی وقته. خیلی تو مردی بابا. بیا از این سیگار واسه آقا روشن کنم. آقا بخش این سیگار رو واسه من روشن میکنی؟ سیگار واسه چی میخوام بکشی با این سنت؟ و چرا شما میکشی؟ سنت چند سالته تو؟ من 12. خب تو از 12 سالگی سیگار بکشی؟ شما هم اگه چند سالگی شروع کردی؟ 24 سالم. من از 18 سالگی شروع کردم. هنوز خیلی زود سیگار بکشی. باش. جدی میگم سیگار نکش. بذار بعد 18 سالگی بکش. اون موقع اشکال نداره ولی الان نکش. خیلی برات زوده بخوای سیگار بکشی از الان. ماشینه میگیری؟ توش چه چیزی نوشته؟ بخش سیگار رو اسم من روشن کنی؟ چرا؟ چرا خودتون میکشن؟ آقا خودم میکشم بر میکشه تو برابر تو سن داره. ما هم سن تو بودیم سر اون کتاب و سیگار دستان بگیره. آقا این میگه یه چیز توش واسه ما سیگار میکشی؟ چرا خودتون میکشی؟ من اشتباه کنم. تا میخوای اشتباه کنم. آقا چرا؟ به خدا بعدا این معتاد اینا رو برو نگاه کن. مثل اونا میشه. یه لحظه برو واسه اونجا اونا رو نگاه کن. ببین اینا در چه وضعیتیه. الان من سوالم اینه که شما چرا الان داری میکشی؟ برای خودت میخوای روشن کنی؟ بله. برای خودت روشن کنی میگه نکش کن. راستم میگه تو چرا میکشی؟ خودش داره میکشه بخواد بگه من ریش سیبیل مریضم. مادر بود. نه اصلا ریش و سیبیل چیه اصلا. من زمان تو اصلا نمیدونستم سیگار چیه. خب خب من بعد این که مثلا 20 سال بعد از سن تو من شروع کردم. بله. تو که از الان دنبال سیگاری پس الان میخوای چیکار کنی؟ کم دارم میگم اشتباه میکنم. آجی بود دست شما اینه یه لحظه بود شاجا باید میگی ببخشید این سیگار رو اسم من روشن میکنی؟
کی سیگار؟ ها؟ سیگار مال کیه؟ مال خودم. سیگار روشن نمیکنم. چرا؟ بده سیگار بده. سیگار خوب نیست. سیگار خوب نیست برو. حاج آقا اینو بگیری. حاج آقا اینو بگیری. چی؟ بگیری توش یه چیزی نمیشه. حاج آقا ببخشید این سیگار رو لطفا روشن میکنید؟ سیگار؟ چی داده بدین عزیزم؟ خودم خریدم. برای چی؟ پسرم سیگار بده آخر تو سنی داری سیگار بکشی. حاج آقا چرا خودتون میکشید؟ عزیز من ببین من دیگه پیر شدم خب ولی تو الان اول جوابیت قربونه نکش عزیزم. بده من ببین دیگه سنی ازم گذشته پیرم چند سبای دیگه میمیرم من اصلا ولی تو الان ماشاءالله اول جوابیت قربونه برو عزیزم حاج آقا این توش یه چیزی نمیشه. برو عزیزم